حضرت علی را پرسیدند تقوا چی معنی دارد؟ حضرت علی در جواب گفتند الخوف من الجلیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. حضرت علی را پرسیدند تقوا چی معنی دارد؟ علی گفتند تقوا همین است که انسان از الله می ترسد و آن چیزی که رزق روزی الله در دنیا او کم از زیاد است داده است بنو قناعت می کند، برای رفتن آخرتش همیشه آمادگی می گیرد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پروردگار میگوید عزیزترین شما در پیش من درگاه من ده کسانی تقوا دارند، کسانی از الله میترسند. اگر چندی که بنده سیاه ترین باشد، اگر چندی بنده فقیر ترین باشد، اما وقتی تقوا دارد پیش خدا ده عزیز است، پیش خدا ده محبوب است. یکی از صفتهای اهل جنتی انا همین تقوا است. انشاءالله که همه ما و شما چقدر تقوا داریم، چقدر خدا ترسی داریم.